توی افغانستان، ماهاییم که بهمون میگن اسکایستان، ماییم که از درد مردم شعر میگیم، ولی بعضی ها میگن شما چرت میگین. حالا قلم ما میاد روی زمین، میاد و میگه اسکایو ببین. خطابم به اونایی که توی دولتن، که همش به فکر خوردن خون ملتن. آی شمایی که ما بهتون رأی دادیم، تا به خودتون گفتین که ما حق داریم. وقتی که شماها روی قدرتین، همه میگن که شماها بی همتین. آخه مگه شما نیستین افغانی؟ پس چرا بازیچه یه دست این و اونی؟ آخه چرا؟ اونایی که میگن سیاست مدارن، اما هیچ کدومشون دل رحم ندارن. شما همه به فکر پول و ثروتین، اما همه تونو که میبینی بی جرأت. شما وقتی واسه ما ارزش دارین که به فکر مردم و این کشور باشین. قلم اسکای برای گفتن دردها خلق شد. یه سوال، یعنی افغانستان فقط برای بدبختی خلق شد؟ فقط برای بدبختی خلق شد؟ فقط برای بدبختی خلق شد؟ به ورق دوم رسیدم و گریم میگیره. آخ ته دلم میخواد که ماتم بگیره. از این حرفا که بگذریم میرسیم به بحث مردمی که تو کشورهای بیگانه شدن سردرگم. ایران و پاکستان و کشورهای خارجی، از افغانستان فرار میکنی یعنی تو غیرت داری. آمریکا فقط فکر خودشه و منفعتش، کسی به فکر ما نیست، میگن گور پدرش. اینا تنها تمام مشکلات ما نیست، اینا احساس میخواد که تو دل دولت ما نیست. اینا رو میدونن ولی ما میسازیم با این درد. ولی روزی میاد که آغششن به همین درد. اینا همه دردای ملت افغان بود که پیش مردم آشکار و پیش دولت پنهان بود. رسم رپ خوندنی نیست که از عشق و پول و دختر بخونی. تو اگه دردو نمیفهمی بهتره که اصلا رپ نخونی. خط کلام ما اسکانیان میخونیم رپ، اما خدا میدونه که کی خوبه و کی بد.